یک مفهومی اخیراً خیلی داره راجبش صحبت میشه تو فضای اینستاگرام به اسم مرد سیگما. این مفهوم چی هستش و آیا چیز خوبی هستش؟ فرقش با مرد آلفا چیه؟ ببینید، مرد سیگما رو اصطلاحاً تعریف کردن به لون وولف، یعنی گرگ تنها. این یک مردی که خیلی علاقه به ارتباطات اجتماعی نداره، برخلاف مرد آلفا که میره لیدر میشه و با همه ارتباط داره. این خیلی اینجوری نیست. خیلی وقتها هم اصلاً از زنان فاصله میگیره و حتی ممکنه علاقه نداشته باشه با زنان هم ارتباط داشته باشه. درونگرا هستش، سرش تو کار خودشه. حالا یه سری ویژگی هم آوردن که گفتم باهوشه و سکسیه و اعتماد به نفسش خیلی بالاست. حالا اینا صحبت‌های بعدیه. خب از اون طرف مرد آلفا آدم برونگرایی، سردسته است، لیدر، اعتماد به نفس بیرونی داره، راحت حرف میزنه، حلال مشکلاته و کلا با مردم کانکته. این مرد سیگما که میگن این کانکت نیست با مردم، ای چه بسا اصلا از آدما خوشش نمیاد، اصلا حرف مشترکی با آدم‌ها نداره. خب من توی این پادکست میخوام کلا راجع به درونگرایی، اینکه زنان با اینها چه ارتباطی خواهند داشت و اینکه از لحاظ شغلی چجوری خواهند بود و از لحاظ روانشناختی صحبت بکنم. ببینید، درونگرایی میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. میتونه خجالتی بودن باشه که اگر این باشه بده. میتونه علت درونگرایی حرفی نداشتن تو جامعه باشه، یعنی شما نه مطالعه خاصی داری، نه تفکر خاصی داری، نه هنر خاصی داری، حرفی نداری که با مردم بزنی، بعد رفتی تو لاک خودت. اینم بده، اینم هیچ برتری نیست. یه مدل دیگه درونگرایی ممکنه ناشی از خودشیفتگی توهمی شما باشه و یا ناشی از این باشه که ارتباطات اجتماعیت ضعیفه و نمیتونی با آدما کانکت شی. آدما شما رو از جمع‌هاشون طرد میکنن، برای همین آدما رو احمق میپنداری، آدما رو سطحی میپنداری. اینم نوع بدیه، یعنی اینی که شما ضعف خودت رو برون افکنی داری میکنی، یعنی تو مشکل داری در ارتباطات اجتماعی، به دیگران داری نسبت میدی. یعنی دیگران بد نیستن، دیگران اوکی ان، تو بلد نیستی قواعد ارتباطات اجتماعی، که اکثرا درونگرایی تو این حوزه هست. یعنی اکثر کسایی که میان دنبال یه سری از مباحث روانشناسی چون توی جمع‌هایی بودن که ارتباطات اجتماعی رو بلد نشدن، ارتباط با آدما، حرف زدن با آدما، جذاب بودن و اصول جذابیت رو بلد نیستن، میگن آدما سطحی ان، آدما احمقن، ما خیلی میفهمیم، آدما خسته کنندن و میرن درونگرا میشن، میرن تو غار تنهایی خودشون. اینم اصلا چیز مثبتی نیستش. اما یه نوع پنجمی ممکنه باشه، اونم اینه که شما واقعاً به دلیل یک سری از مطالعاتی که داشتی، یک سری از تجربه های زندگی که داشتی، با آدم ها صحبتی نداری، یعنی صحبتت با آدم ها کمه، که اون وقت تو این حالت پنجم شما درونگرا نیستی، انتخابی هستی. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه با استادت، با کسی که لحاظ مطالعاتی هم رده شما باشه، ساعت‌ها هم صحبت کنی. ممکنه شما بری برای دیگران کلاسی برگزار بکنی، ممکنه حتی پیجی بزنی، ولی به دلیل اینی که مطالعاتت زیاده، دیالوگ با همه آدم‌ها شاید برای شما لذت بخش نباشه. ولی اگر فردی باشه که دیالوگ با این آدم برای شما چیزی بی‌افزاید و یا دلایل دیگه، اتفاقا خیلی هم خوش صحبت میشه و یه حرفم میزنی. ولی ممکنه عموم آدم ها از دور شما رو آدم درونگرا و تو پیله‌ای ببینن. حالا بعضی از این آدم ها دیگران رو احمق میپندارن، بعضی هم نه، میگن آقا بالاخره من رفتم فرض کن توی یه سری حوزه ها مطالعه کردم، دیگران ممکنه رفته باشن دنبال مسیرهای دیگه، ممکنه مثلا طرف دنبال هنر رفته، دنبال ورزش رفته سمت بازار، رفته سمت قدرت و سیاست. این به معنی نیستش که من از اونها الزاماً برترم. از یه دام بله ممکنه برتر باشه، یعنی یه آدمی که هیچ دستاوردی تو زندگیش نداره قطعاً پایین‌تر از کسیه که بالاخره دستاوردهای تو یه حوزه‌ای داره. این حالت اخیر میتونه حالت خوبی باشه، حالت بدی نباشه. یعنی شما خودت انتخابی ارتباطاتت رو محدود کردی، نه به این دلیل که آدما رو احمق میپنداری یا اینی که مثلا نمیتونی ارتباطات اجتماعی داشته باشی، نه، با آدم‌ها حوزه مشترک دیالوگی خیلی نداری، اینه دلیلش.
اما اکثر کسایی که الان علاقمند شدن به این مفهوم مرد سیگما، میگم آدم‌هایی هستن که مهارت‌های ارتباطی ندارن، کس خاصی هم نیستن. مثلا طرف آقا می‌بینید یه گیمر ساده است، چیز عجیب غریبی نیست که مثلا بخواد با آدمو دیسکانکت بشه یا نمیدونم فرق خیلی بکنه با آدما. نه، گیمر بالاخره آدمه دیگه. کلا دنیاش دنیای گیمه، با آدما نمیتونه ارتباط برقرار کنه. بعد مثلا میره تو غار تنهاییش اسم خودش هم میذاره مرد سیگما. این نیست. خب حالا دو مسئله. آیا درونگرایی برای زنان جذابه؟ ببینید آدمای درونگرا اگر ظاهر خوبی داشته باشن یا اگر یه رفتارهای خاصی داشته باشن که کنجکاو کننده باشه، زنان کنجکاو میشن بدونن که این توش چه خبره، این کیه. حالا مردای درونگرا در این حد که کنجکاوی ایجاد میکنن ممکنه زنان علاقمند به آشنایی با اینا بشن. اما آیا تو رابطه اینا گزینه‌های خوبی هستن الزاما؟ اگر این درونگرایی اثر اجتماع گریزی و حرفی نداشتن با مردم باشه، اینا بسیار آدمای خسته کننده میشن اتفاقا. اما اگه این درونگرایی از اون نوع پنجم باشه، یعنی اینقدر این آدم پره که با عموم مردم ارتباط نداره و بعد میره با یه خانومی وارد ارتباط میشه و اتفاقا خیلی حرف داره حالا با این بزنه، این میشه جذاب. خانم ها معمولا تصورشون از آدمای درونگرا این دومیه است، یعنی فکر میکنن اینها عالمی بنشسته در گوشه‌ای هستن، خیلی حرفها دارن، خیلی رازها دارن. ولی واقعیت اینه که اکثر آدمای درونگرا اینجوری نیستن، حرف خاصی هم خیلی نداره و ارتباطات اجتماعی ضعیفه، کنجکاو کننده شده برای آدم‌ها. این از این. اما در حوزه ارتباطات کاری، ببین اگر شما هنرمندی هستی که هر روز میری میشینی توی کارگاهه و 18 ساعت کار میکنی، محصول تولید میکنی، میدی بیرون، این خوبه، عالیه. شما یعنی در مسیر موفقیت زندگیت هستی. اگه یه نقاشی هستی، اگه یه نویسنده‌ای هستی، اگر هر شغلی هستی که وقتی میری تو غار تنهاییت یه چیز مفیدی تولید میکنی برای جامعه، این خوبه. هرچند که خب بالاخره تو روابط اجتماعی به مشکل می‌خوری. اما اگر غیر از اینه، میری میشین تو غار تنهاییت فیلم می‌بینی، نمیدونم فقط کتاب می‌خونی، نمیدونم بازی می‌کنی، سریال می‌بینی، این نه، این اصلاً چیز خوبی نیست. در حوزه‌های شغلی ارتباطات اجتماعی بسیار بسیار مهمه در رشد شما، خیلی اهمیت داره و اگه نتونی با آدما کانکت بشی، نتونی با آدما حس خوبی منتقل بکنی، قطعاً شما شکست می‌خوری. اگه شما از اون درونگراها باشی که چهرت حس بد به مردم منتقل میکنه، جاهای مختلف آدما به شما ضربه میزنن. مثلا سر کلاسی استاد یه کاری میکنه تو بیفتی، ناخودآگاه خوشش نمیاد، میری با یه نفر قرارداد بنویسی، طرف با تو حال نمیکنه ارتباط بگیره. هر جا میری اینجوری. میخوام به شما بگم که در اون درونگرایی سکسی جذابه، نمیدونم صدای خش داره، یه مدل موی خاصی که مثلا فرض کن چه میدونم تیموتی شالامی، نمیدونم این تیپ آدما، یا مثلا مثل امیر حسین آرمان، اینا جذابیتشون به درونگرا بودنشون نیست، جذابیتشون به اون چهره، به تون صدا، به یه حالتهای خاصشون. شما فکر نکن اگر درونگرا بشی دخترها جذبت میشن الزاما، یا آدما همه میان دورت ببینن وا این آدم درونگرا چیه. نه، گفتم اون درونگرا خوشگله، خوش صداه، نمیدونم حالا بدنش هم حداقل نسبتا خوبه، یا بالاخره یه حرفای خاصی یه جاهایی میزنه، اون میتونه برای دخترها کنجکاو کننده باشه. ولی اگه بیان با شما وارد رابطه بشن و احساس کنن حرفی برای گفتن نداری، یا کلا حرفات راجع به یه حوزه است، یا احساس کنن هی راجع به مردم داری وایب منفی منتشر میکنی یا خیلی خودشیفته‌ای، از شما دور میشن. این جنبندی از مقوله مرد سیگما و درونگرایی.